روز جمعه شد، خداوند بعضی ملائکه های مخصوص داره که اونها را میفرسته. اونها در نزد دری مسجد میستن. هر شخصیتی که وقتی به سوی مسجد آمد، یعنی انسانی که یکم آمد، او را یکم درجه می نویسن. و جناب پیغمبر گفتن انسانی که یکم یعنی داخل مسجد شد، خداوند در نامه اعمال او ثواب یک اشتر در راه خدا یعنی قربانی کردن بخشیدن می نویسه. و انسانی که بعد از اون آمد، او را خداوند می نویسه که گویا یک گاو در راه خدا صدقه کرده است. انسانی که بعد از او آمد یعنی دیرتر آمد، ثواب یک گوسفند یعنی در راه خدا بخشیدن. انسانی که بعد از او آمد، حتی ثواب یک مرغ. گفتن جناب پیغمبر آخر گفتن انسانی که اخیر می آید و امام یعنی خطیب از خطبه‌خوانی پایان میشه و بیرون میشه، او انسان حتی ثواب یک تخم در راه خدا صدقه کردن ثواب میگیره. یعنی انسانی که زودتر آمد هم ثواب شنیدن میگیره، هم ثواب زیاد داره.